اینجا راغون است. بله، همان راغون آوازداری که متخصص صاحب وطن کاخ نور بنیاد کردن دارد. اینجا نور برای روشن ساختن بخت تاجیک روی کار می آید تا ما با مراد و مقصدهای خیر و نیک دست بیابیم. بخشت جان خود می سازمد راغون. می خوانیم امروز از چهره هر یک بنیادگذار کاخ نور و گمان می کنیم روح مولوی در آشنا بالای راغون برق می افکند و اطراف و اکناف را روشن و منور می گرداند. آفتابا، بار دیگر خانه را پر نور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. نور به استقبال صاحب وطن به پرواز می آید. نور خیرات، نور نصرت و راه به نورستان کشاده می شود. به نورستانی که ما را به قله ها هدایت می کند، به مراد و مقصد می رساند، به خوشبختی می برد. رشد معتدل دیارمان را تأمین می کند. برای زندگی شایسته امروز فرد و فرزندان سرزمین زمینه با اعتماد خرمانه را به وجود می آورد. عاشقان اصیل را به کوی مراد می رساند و آرزوی همیشگی فرزندان فرزانه دیار را جامعه عمل می پوشاند. بی محابا خانه امید و آرزویمان را به طور همیشگی روشن و منور می گرداند. بر حق این نور بخت ماست، نور ابدی. و این نور ابدی از آب حیات سرچشمه دارد که بی‌شبهه بختکشا و کینه‌سوز است. این عمل محبت‌زا در این موضع سزاوار طرح‌ریزی شده که نشانه از طلوع بخت فرزندان این دیار بهشت‌آساست. بله، طلوع بختی که غروب ندارد و آن را فرزندان دیار با مهر و محبت خاصه وطنداری راه اندازی کرده ایستادند. وقتی کس وارد انشاءات زیرزمینی نیروگاه راغون می گردد، خود را در یک شهر بزرگ واقع در قلب کوه در می یابد، زیرا تنها نقبهای آن دامن 100,000 متر را تشکیل می دهند. غیر از این تمام انشاءات اساسی نیروگاه از جمله تالار چرخه ها که بلندی 69 متر است، تالار ترانسفورماتورها، تالار دروازه ها در زیر زمین قرار خواهند داشت. شروع از این گزارش ما با شرح و توضیح متخصصان ورزیده ساحه که در هر دو دور ساختمان از زمان شوراها سر کرده اینجا فعالیت داشتند و دارند، هر یک قسمت این انشاءات بنیادی کشورساز و ملت‌زا را برای کل هواداران آبادی و آزادی کشور و ساکنان دیار شرح داده، ماهیت آن را به خاطر آبادی کشور و زندگی شایسته ساکنان دیار و پساوندان در این افسانه به زندگی پیوسته به طور همیشگی پیشنهاد خواهیم کرد. آغاز می نماییم از نقب‌های خرد و بزرگی در گیدر انرژتیک عالم نظیر ندارد. این قسمتی که حاضر ما حرکت کرده ایستادیم آینده فعال است؟ نه، اینجا مکتب می شود. ولی من نشون میدم که من از در پیوست شوی T5 در T5 بیشتر اون داشت از اون دو میده که وقتی کل در داخلش بودیم آمده از اینجا میتونه. یعنی چقدر وقت دیگه فرصت استفاده همین نقد باقی مونده است؟ من یعنی که اون نقد آمده در اینجا پیوست میشه. نقدی که از نظر گذروندید؟ بعضی بالا از کار برآورده میشه.
که همه اون گالری‌هایی که در بدنه سد می شود، یعنی اون پترن ها میگیم، اونا همشون دسترسی هاشون از این نقب است. یعنی از این نقب دسترسی ها دارد و ما هنگامی وقتی که سد اساسی ساخته شده است، در داخلی اون سد باز مخصوص گالری ها هستند که نظارتی در اونجا اون اسباب های نظارتی جایگیر کرده شدند، یعنی برای اونجا دسترسی از خودی همین نقب می باشد. در اومدگاهی که از طرف ساحل سر میشن همشون بعد آغاز ساختمان سربند محکم میشود. ولی با برداشتن سربند تا سطحی در اومدگاه آنها علاقه از کار برآورده. ولی همین جایی که خودمون حاضر حرکت داره اینو در استفاده بری میماند، چون که این محل در داخلی نقب نقلاتی 4 رفته ایستاده. این یک نقبی است که قسمت پایان آب را با تالار ماشین ها و با بینای ترانسفورماتور را پیوست میکنم. من از اینجا یعنی نقب نقلاتی 6 میباشد که این با بینای ترانسفورماتور را میبرد و دوامش باشد و بینای با تالار ماشین ها میرود. یعنی در دوره استفاده بعد انجام ساختمان هم اینو فعال است. فعال میباشد. در دوام 114 ساله که موافق لایحه ادامه می‌یابد. بله تا اون زمانی که این یعنی که نیروگاه کار میکند این نقب فعالیت میکنه. این همین راهی که ما رفته ایم کدام نقب است؟ نقب نقلاتی رقم 4 و تالار ماشین ها میبرد. بله این با تالار ماشین ها میبرد.
کدام قطعه رو شما از نظر گذراندید و اینجا کدام کارها ادامه داشتند؟ اول قطعه نقبی ST3 آکی که در اینجا منم یعنی به تاکابونی کفیان ادامه دارد. ما همین رو به نظر گرفتیم. این شما دیدن که آینده چی وظیفه را اجرا میکنند؟ گفتیم که این یعنی در آینده ما وقتی که اومد تا تراز 1100 شدیم و درآمدگاه نقد از 1113 هست. برای همین برای باز هم پیوستن اطلاعات ساختمان و میدانچه ساختمانی را تامین کنیم. یعنی دو نقب اساسی که از سال 1980 خدمت میکرد از بین میرود. یک قسمی آن از بین برآورده میشد و این راه با این رفته به همون پیوست میشود.